تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بی خود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشین، فلانجوری نداشته باشین، تا فلان برد داشته باشین، بیشتر از اون نداشته باشین. به شما چه؟ به شما چه ارتباطه؟ مربوط به ملت ایران. ملاحظه باشین. مثل حرکت داعش به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه برنش.